سلام به همگی بچه ها. من یه دونه از این سینیایی که توش حالت آینه داره داشتم. میخوام پشتش رو ریموور بزنم، پاکش کنم و یه کار خوشگل انجام بدم. با من باشید. تمام پشت آینه رو با این ریموور کاور میکنم، میذارم یه مقدار بمونه و بعد میام با همین کاردک پشتش رو ریموو میکنم. حالت ترانسپرنت میگیره. خب بچه ها ببینید قشنگ این داره ریموو میشه دیگه. لایه پشت آینه ببینید قشنگ داره از بین میره. حالا من اینو تمامش میکنم دوباره بهتون نشون. بچه ببینید پشت آینه رو تمیز کردم. حالا دارم بلیچ میریزم. یه ذره هر جایی رو که دوست داری میتونین یه ذره بلیچ بریزین که بخواین یه خورده چیز بشه دیگه، همون حالت آنتیکیش بیشتر بشه و اینا. بعد اینجوری میکنین یه جاش بگیره یه جاش نگیره. میتونین بزن یه ذره بمونه بعد دوباره کارو بکنم. بعد که این کار تموم شد من میخوام این نقاشی خودم رو که پرینت کردم و برگردونم روی آینه. بچه ها ببینید آینه رو پشتش رو ریموو کردم. حالا میخوام این نقاشی خودم رو که پرینتش رو داشتم منتقل بکنم روی این که حالا اینم پروسه خودشو داره. فقط میخوام ببینین که چجوری میشه دیگه. البته باید تمامش کنم بهتون نشون میدم. خیلی خوشگل میشه. یه حالت عتیقه میشه دیگه، یعنی آنتیک کاریای خوشگل قدیمی میشه. این چقدر خوشگل میشه. نور اینجا خیلی بده، نمیدونم میبینین یا نه، ولی اینجوری میشه تقریبا. حالا درستش میکنم کاملش رو بهتون نشون میدم. بچه ببینید پشت آینه رو اینجوری کردم. اسپریای مختلف رو زدم از مشکی و طلایی و حالا این نقاشی خودم رو که داشتم میذارم اینجا. روی اینو چسب زدم، یه ذره میذارم خودشو بگیره، بعد برمیگردونم روی آینه اینجوری. اینم میشه نتیجه کار که حالت قدیمی و کهنه‌کاری به خودش میگیره. فقط دقتی که شما باید بکنین کاغذی که برای این کار در نظر میگیرین کاغذ ضخیمی نباشه که کیفیتتون بهتر بشه.